دامر وسط آقای ترتیبی کاشکی رو سرپا میده. یک امتیاز برای محمد باقر زاره. کارکردن 10 سال زیر کتان حریف خودش میزنه پیام زرینپور و اینجا در یه لحظه با یک سوبل تنه بود پول میزنه که ضربه فن میکنه. پول شکن رو میگیره و یا موفق میشه با ضربه فن. با ضربه فن برنده میشه و تماشاگران شادمان از این پیروزی. پیام زرینپور و شادمانی تماشاگران و اینجا حرکت و اثر یک بار دیگه با هم میبینیم. ببینیم به چه زیبایی و یه سوبل موفق شد حریف رو به پل ببره. اجرای این فن در سرپا برای یک کشتی 122 واقعا سخت و دشوار است که پیام زرینپور با پیروزی خودش هم شهریهای خودشو و مسئولی که به سالن اومدن رو شاد و مسرور میکنه.